اگه جرأت دیدن این ویدیو رو نداری، همین الان بزن ویدیو بعدی که البته دیدن این ویدیو اصلا جرأت نمیخواد. من قراره یه بازی ترسناک مثل بازی ویسیج رو تنها انجام بدم و اگه 5 بار اکت ترس برم و بترسم، قرار خودم رو مجازات کنم. حالا مجازات چیه؟ ترشترین آب میوه در حال حاضری که گیر آوردم و ترشترین آب نبات در حال حاضری که گیر آوردم و با هم دیگه مخلوط میکنم و میخورم. حتی فکر نمیکنم ببازم، ولی بریم تو کارش. When we come to see خب اولیش ترسناک نبودا بابا، اکت یوهویی بود. حتی فکر نمی‌کنم ببازم. که تلفن چرا این موقع شب زنگ میخوره؟ مگه خواب ندارید شماها؟ الکی یکیش رفت. تا اینجاش ردیف بوده فعلا بازی برام. اونقدرم ترسناک نبوده به نظر من، که اصلا بازیش اونقدر ترسناک نیست. کلید پیدا کردم. خب تازه داستان بازی شروع شد. در اینجا بسته است فعلا. میریم بالا. اینجا قطعا یه اتفاقی میفته پارسا. اینجا قطعا یه اتفاقی میفته پارسا. اینجا قطعا یه اتفاقی میفته پارسا. هیچ اتفاقی نیفتاد پارسا. میشه در ببندم حداقل؟ والا اتاق فرقم میگید در رو بعد پشت سر خودتون ببندید دیگه. نه بعد وای پشت برق خودم خاموش نکنم. حاجی اینا ببین اینجا یه پرده حمومه. اگه اینو بکشم قطعا یکی پشتش هست. خب من نمیترسم. بیا منو بترسون. دیدی نیومد. ترسوام بابا. ترس چیه؟ ترس واسه برای بچه کوچولوهاست. تو این کمد هم که هیچی نیست. آها قرص. این قرص همونیه که اون پایین بهمون گفته بود ذهنمون وقتی مریض میشه بعد بخوریم. روشنش کردم. آفرین. ترسی نداری که وقتی تاریکی اتاق زیر شیروونیه. بیشترین دلیل ترسش چیه؟ اینکه من هیچ کس رو تو این بازی ندیدم و همش در انتظار اینم که یکی بیاد منو بترسونه. کثافت در همه هم باز. اوه اتاق بچه خیلی بده حاجی. اتاق بچه. اوه شت. این در آخرین بار باز نبود. خودش باز شد. داره رفرنس میده که بریم این تو. میریم این تو. خیلی تاریکه. روشنش کردم. آفرین. خب ببین اینجا بعد دنبال یه سری چیزا بگردیم احساس میکنم. وای الان اکت ترس داره. من نمیترسم. دیدی؟ نترسیدم. هیچ اکت ترسی وجود نداشته ولی نترسیدم. ببین یه آینه است. آینه رفت ولی من نترسیدم. خب بیاید دیگه. با یکی بیاد منو بترسونه راحت شم. هیچکی نمیاد بیشتر رو مخم. ای وای این دره باز شد. وای متنفرم از تیوی روشن اینجوری. ولی من نمیترسم. تیوی فقط روشنه دیگه. ببین قطعا این پارچه رو بردارم مثل اون آینه است. خب یه چیزی هست ولی من نمیترسم. هیچی نبود. آفرین قشنگ بود. بعد برم بالا. نوره میگه بعد برم بالا ولی حتما مجبور نیستم برم که ها. میتونم اینجا رو فعلا استراحت کنم. یه درینک بزنیم ها. اوه شت. فکر کنم میخواد بگه بعد چه لهجه‌دار شدم. فکر کنم میخواد بگه بعد این صحنه رو من پیدا کنم. یه صندلی چوبی روی پنجره. خوبه. روی پنجره. ای وای. خب بابا نیم ساعت هیچکیو ندیدم. یهو میام یکیو میبینم و فکر میکنم مرد بدی باشه میخواد کمکم کنه. درسته؟ هلو من. این حالت کابویی وایساده. بیا جلو بیا. من برم جلو. باید برم دنبالش. آها ده پنجره است. رفت. داره کمکم میکنه. مطمئنم داره کمکم میکنه. مطمئنم دیگه نباید برم اون بالا ولی من میرم چون من ترسی ندارم. هیچ چیزی ترسناکی نیست برای ترسیدن.
چراغی که دست من نی میخواد بگه این اوه نکنه میخواد به این اشاره کنه که یه پیرزنه فکر کنم همون مامان اون دختره است اومده شوهره رو کشته. ای وای من فکر کردم این برای اینه، برای همینه. اینجا یه اتفاقی میفته قطعا، یه تابلو ترسناکه. پشتم کسی نیست. وایا من نترسیدم. این همه را منو کشوندی اینجا که روز شد. اتاق اینجا نبود که، اینجا یه اتاق دیگه بود. این دمپایی هم عکس داره. پیرزن دمپایی‌شو گم کرده بود. ما دمپایی باورم نمیشه. در برام باز شد. ببین من خوراکم، من نترسیدم. ببین مطمئنم اینجا یه عکس ترسی هست چون یه رد پای خوبی دیدم. هنوزم دارم میبینمش اینجا نشسته. فکر کنی میام جلو حاجی نمیدونم چیه، پا داره فقط داره میخنده. اوه ببین داره یه سری اتفاقا میفته که دارم نمیفهمم. داره میخنده فقط. آخه این تابلو حاجی مگه میشه؟ رفتم گذشته فقط یه چیزی دیدم دوباره اومدم اینجا. نداره. من مرد روزهای سختم دیگه، از این بازی ها نمیترسم. بیشتر برام جالبه بازی شدی. این چیه الان؟ وای اینا ترس به حساب میبینم. آخه نگاه این کیه تو تلویزیون آینه؟ وای همون پیرزنه است. زنه است رفتش این تو این آینه. فعلا که اینجاها نیست. خودشو دار زد. داره برای میگه فعلا یه بار چرخیدم اینجا دیگه نمیفته. همون قبلیه ثابت موند. فقط میدونم آینه ها به هم چسبیده شده من دیگه میتونه نمیبینم. آها نه این آینه توش باز. پیرزن خرفت. این ترس واقعی بود به نظرم. نمیدونم 3 بار شد 4 بار شد. ما بازی ترسناک چی بود میرفتیم بازی کمدی دور هم میکردیم. خیلی حال داد. دیوونه هم میگم حال داد. وای الان ما بریم تو این آینه. میریم تو این آینه. مطمئنم قراره یه صحنه جذاب ببینیم از تو بازی، چون بازیش اینو بهم ثابت کرده که شما هم لذت میبرید یا فقط من دارم اینقدر از این اکتا لذت میبرم. ببین الان دوباره اومدیم توی دنیای دیگه. داره یه داستانی روایت میکنه ها. پس خب ببین چه عجیبه، پله ها کجه. شت لباس خونی، کلید گاراژ.
شوهره رفته بوده لباسش رو انداخته بوده تو ماشین، کلید رو بر نداشته بوده. ببین کلید کارش تمومه. بریم ببینیم این ماشین لعنتی کی روشن کرده. آها. بقیهش ماشین بازیه داشت خوراکمه. اوه پتک چکشه یا پتکه؟ یه دعوای اساسی داشتن این زن و شوهر با هم دیگه. خب بریم برای خودم مجازات کنم. البته من آخریه رو با اون دوم سومی زیاد قبول ندارم، ولی حالا دیگه مجازات شدیم دیگه. بازیش خیلی باحال بود، بازی ویسیج بود اسمش، اگه دوست داشتید حتما بازی کنید. مجازاتمون هم که من چیز ترش دوست دارم، پس مجازات حساب نمیشه. بریم. خب این از این آب نباتا اینجوری فشارم افتاده، باید چیز شیرین بخورم نه چیز ترش. احساس میکنم قراره اسید بخورم، اون از سبزه. خب اینا که فکر کنم موقع خوردنش نمیاد تو دهنم، نه؟ بذار بخوش مرده. اگه پارک دوبارش دوست دارید حتما بهم بگید.